البته این فکر توره. اگر هر یک جوان البته پیش از اوایل وای کردن از تشخیص طبی گذشتن در کار. صحت سلامت باشد جوانان ما، بقوت باشد، همون فکر عقیده‌اش حاضرن زمانوی باشد و اوایلش هم صحت سلامت سالم میشد. در آینده فرزندان هم صحت سلامت تولد شده میتواند. نظر من میگه باید گذارن برای که هیچ کس نمیدونه که کی چه کساله. даже آدم خودش یک وقتا نمیدونه که خودش چی کسال داره. برای که امی روی کسالی کس دیگر نگذاره احتیاط کردن همه در کره. با فکر من که خوب است این هر یک کس اگر مشخص طبی میگذاشت خوبتر میشید. خب باید گذارن دخترک ببینن. خیلی یکان ساعتی سلامتیشون هم ببینن، چی هم ببینن. بعضی جوانان را ما در جامعه میبینیم که میروند دیگر کشورهای خصوصا روسیه میروند کار فعالیت دارن، در اونجا میان بعضی کسال‌ها را در جامعه ما پخش میکنن. از کسال‌های مثل سپید، از دیگر کسال‌هایی که هستند گذرانده هستند به طریق خونی، آنها بگیم که سلامتی خود رو یعنی نگاه نکرده میروند و چیکار میکنن، اهمیت نمیدن به سلامتی خود و دیگر کارها از چی بیخبره. خصوصا بعضی‌هاشون میآیند خشون خبر ندارن که در چه کسالی همو گذرانده هستند. و دیگر این که اگر خوب میشد که هر یک جوان پیش از ازدواج کردن از تی بگذرن، این در جامعه فایده خوبی داره که وقتی که آینده که ازدواج کرد همو بگیم که همو زن یک یک فرزند صالح به دنیا میاره. باید جوانان از معاینه طبی گذرن پیش از ازدواج برای عائله سالم. اولا فرزندای سالم و بعدن پیشگیری هر چی مشکلی که می آید پیش از آن که آنها از معاینه طبی گذرن آنها با خبر میشوند چی هست چی نیست. این خیلی ضرور است برای انسان. برای هر یک جوانی که پیش از اون برای اویله داشتن قدم های خود رو میموند، این خیلی هم وای نغز است که مثال هر گونه بیماری ها با کشورهای ما وارد شده است. از این بیماری هایی که هستند میتوانند که خودداری کنند. جوانان باید گذرن از معاینه طبی، خیلی فایده برای سلامتی خودشان دارن. حاضر جوانان گفتن نمیشه، بسیاری بچه ها در مهاجرت مهنتی هستن، با هر گونه کسلی ها دچار شدن، یکی هم خیلی نافهمیده عائله دار شدن. این آینده به خودشان ضرر دارن.